سلام، خیلی خوشحالیم که ویدیوی ما رو ببینید. سابسکرایب و اون زنگوله رو یادتون نره، لایک و کامنت هم ممنون میشیم. خب بریم برای توی بازی. رقص اول بازیه و میریم که بریم سوار هواپیما بشیم. اینجا و این جت جنگنده پابجی موبایل. بوم. خب خارپی گذارم که خودمون هستیم، خدا رو شکر. مثل همیشه هم باگ خورد اینترنت ما و وایس یارمون رو نداریم. فارسیش کنیم، صدای یار زیبامون رو نداریم متاسفانه. خب در مسیر لندینگ هستیم. Enemies ahead. برسی بابا. خب یه دو سه نفر اونور بودن سمت چپمون، هیچ خبری نیست. سمت راست بسیار عالی. اگر بازی با صدایی بود قطعا خوشحال می شدیم. این دومین کلیپ طولانی بنده است. امیدوارم که لذت ببرید از دیدنش. حالا زنگوله سابسکرایب اینا رو انجام بدید. Let's go. کلیپ های کوتاه ما بیشتره معمولا. دیدید رسیدیم پایین. بریم برای شروع درگیری ها. خیلی خوب شروع شد. بله میبینید که مثل همیشه ما شانس داریم برای اصله. بیا اینجا، بیا 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 اینجا. کجا ببریمش؟ خودشون از بالا. الان نگاه کنین. ریش ریش افتاد. اصولا بازی که ما پلی میدیم البته مود بازی الان در تقریبا از مود زامبیش به این وقت، چون مود زامبی هم همچین چیزایی رو داشتیم. داخل مودها معمولا آرپی پایین بیشتر میاد. اینایی که تازه وارد بازی شدن اونا بیشتر میان تو بازی. البته الان هم این بازی ما 2 نفر هستیم. رفیق ما که پلی کرده بازی رو 2 نفره شروع کرده، استارت کرده. Watch out. این شات دوست دارم، نگاه کنید. افتاد. یک هموطن عزیز افتاد. دومی یارش هم همینجاست. نگاه اونور داره میره بالا. میدونیم که ما معمولا وقتی میریم داخل دوئل با یارهای خودمون بیشتر سر اینکه پینگ هر کسی پای سر بیشتر میشه. پینگای ما کلا بالاست. آی بله الله هم ببینه داستان دیگه. الله مون چه اسمی میذاری. خب لندینگ خارج از مود. همین سری به جایی که کپی رایت نخوره گفتم بهتر از وایس و صدای خودم استفاده کنم. باور کنه ما دیروز بود بله 4 گیگ گذاشتم، یعنی 2 تا دیلیت بود. به دلیل کپی رایت مجبور به حذف جریان شد. اینجاش که میشینه پایین جذابه. انگاه مثلا 18 چرخه. خب برید فایت ها رو ببینید. واقعا مبارزات درگیری ها به زبان فارسی که من چیزی ندارم تا آخر بازی که وین میگیریم پیروز میشه و میریم سراغ رقص. امیدوارم لذت ببرید. Watch out.
خب بریم برای قسمت آخر. اینجا بعد از این همه مثلا رسیدن بازی بالاخره ما یه نفر تونستیم با این جریان بزنیم. البته اونم اگه دقت کنیم تو خط انفجار بوده، اگر تو خط انفجار نبود همچین اتفاقی رخ نمیداد. برای همینه خوشحال میشیم دیگه. الان انتهای کلیپ ماست، بریم برای زدن مجسمه و الان صدا رو زیاد کنیم برای دنس زیبا. از شما ببینید اون یار ما هم که تازه رسید. رقص سیزن قبل شما بیشتر دوست داشتم، الان هم میخوام که دنس خودم رو بزنم بالاخره دیگه. این موسیقی بنده است، لذت ببرید. امیدوارم داخل تک تک بازیاتون موفق باشید. لایک، سابسکرایب و اون زنگوله یادتون نره. کامنت هم بذارید، نظراتتون رو بگید، ممنون میشم. خیلی خوشحال شدم.